سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. توی این کلیپ من قصد دارم آماده سازی و شروع کار با یویو حرفه‌ای رو براتون توضیح بدم. وقتی که شما یویو حرفه‌ای رو میگیرین یه دونه یویو و نخ دارین که معمولا همین نخ روی یویو سوار نیست. برای اینکه کار رو با این یویو شروع بکنیم اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما این نخ رو سوار یویو بکنیم و اینجا هم قرار نیستش که ما نخ رو گره بزنیم یا نمیدونم مثل یویو قدیم بخوایم نخ رو دور یویو گره بزنیم و بعد کار رو شروع بکنیم. نخ همونطور که این دو قسمت داره، یه قسمتش که ساده است، یه قسمتش هم یه گرهی داره سر نخ. معمولا تمام نخ‌های یویو به این حالت هستن و ملاحظه بفرمایید یه قسمتش ساده و یه قسمتش هم که یه گرهی داره. این قسمتی که ساده هست رو ما برای اینکه از این قسمت باید به یویو متصل بشه و این رو خلاف جهت تاب نخ شروع میکنیم. نخ رو چرخوندم، بازش میکنیم، میندازیم روی یویو، میکشیم همینجوری و همینجوری که داریم میکشیم یواش یواش به حالت قبلی تابش رو برمیگردونیم. این سرش هم که ما همینجوری داخل انگشتمون نمیندازیم. حالا این گره الان کوچیکه، اگر گره بزرگ بود همینجوری نمیندازیم. نخ رو این قسمت حلقه‌ای رو روی سمت دیگه نخ قرار میدیم و از این وسط در میاریم. بند وسط انگشت وسطمون میندازیم. اینا حواستون باشه بند وسط باشه، پایین یا بالا نباشه، حتما باید بند وسط باشه. یویو اینجا آماده میشه. البته من اینا رو قبلا توی قسمت دیگه توی وبسایت اگه نگاه بکنید اونجا آماده سازی یویو رو کامل براتون توضیح دادم. حالا گفتم که اینجا هم یه توضیح براتون بدم که شاید حالا خیلی اون کلیپ‌ها نتونن پیدا کنن یا به هر دلیلی حالا نبینن اونجا رو. بعد چیزی که هستش، این یویوها بول بیرینگ دارن. ببینید نخ دور یویو نمیپیچه به همین راحتی. برای اینکه ما بتونیم نخ رو بپیچیم دور یویو، نگاه کنین، نخ رو میذاریم این کنار، با انگشت شستمون میگیریم و ببینید اینجوری و میچرخونیم دورش. وقتی که اینو بچرخونین یه قسمت اینجوری بیرون میمونه که خیلی ایرادی تو کار شما ایجاد نمیکنه. یویو رو توی دستتون میگیرین و حواستون باشه یویو حتما باید این نخ رو وقتی میگیری اینجوری بیاد بالا، تو این جهت باشه. اگر برعکس باشه، ببینید نخ بالا نمیاد، توی این حالت اشتباهه. حتما باید از این سمت باشه و اینجوری نخ بیادش بالا که ببینید وقتی هم قراره شما یویو رو پرتاب بکنید نخ به راحتی باز میشه. اگر تو این سمت باشه نخ باز نمیشه. خب میریم سراغ شروع کار. اولین مرحله‌ای که شما قراره انجام بدین اینه که شما بتونید یویو رو پرتاب بکنید. یویو مثل یویوهای قدیمی که حالا شاید خیلیاتون تجربهشو داشته باشیم و اینجوری بود که ما یویو رو رها میکردیم. این کار توی این با یویو حرفه‌ای کار درستی نیست، چون ما وقتی که یویو رو پرتاب میکنیم یویو قراره این پایین نخ شروع کنه به چرخیدن. ما باید نیروی لازم رو برای چرخش یویو ایجاد بکنیم. اگر شما یویو رو رها بکنید خیلی سریع از چرخش وای میسه و شما نمیتونید حرکاتتون رو انجام بدین و همچنین تعادل یویو خیلی سریع به هم میریزه. برای همین ما باید یه نیروی اولیه درست به یویو وارد بکنیم، یویو زمان چرخش لازم رو داشته باشه و ما بتونیم حرکاتی رو که میخوایم انجام بدیم. خب پس برای پرتاب ما چیکار میکنیم؟ ببینید ما دو جور پرتاب داریم، دو مدل پرتاب توی یویو داریم. یه دونه پرتاب از جلو هست که انگلیسیش اسلیپر بهش میگن. یویو به سمت جلو میچرخه و خب حالا مثلا حرکتای نمیدونم چیز انجام میدن، حرکتهای به چیز معروفه، به فرانت استایل یا حالا رودستی معروف هستش. یه پرتاب داریم، پرتاب از بغل یا پرتاب بریک وی. این پرتاب خیلی بیشتر توی یویوهای حرفه‌ای توی حرکت‌ها انجام میشه به چند دلیل. یکی اینکه تنوع حرکتی که شما میتونید انجام بدید خیلی بیشتره، چون یه فضای خیلی زیادی رو در اختیار دارین. یکی هم که
مخاطبی که از روبرو داره شما رو میبینه حرکات یویو رو خیلی راحت تر میتونه متوجه بشه. شما هم روتون به سمت مخاطب هست، همین که حرکات یویو دیده میشه. معمولا برای اینکه حرکات از جلو پرتاب از جلو انجام بدن، معمولا یویو بازها مجبورن که به بغل وایسن و تو اون حالت حرکات ها انجام بدن. معمولا توی حرکات فرانت استایل، توی حرکات پرتاب های اسلیپر معمولا خیلی تنوع حرکت نداره، حرکات سرعتی و فرانت استایل رو انجام میدن. بیشترین تنوع حرکت توی پرتاب از بغل هستش. خب بریم پس حالا سراغ پرتاب. اولین کاری که شما میکنید، یویو رو توی دستتون که قرار میدین، دستتون رو مشت میکنید، به سمت بالا میارید، کف دست باید کامل رو به زمین باشه، به این حالتی که من دارم دستم رو حرکت میدم. دستتون رو بالا میبرید و یویو رو پرتاب میکنید. ببینید دست من اصلا همینجوری میمونه، لازم نیست سری دستتون رو برگردونید. اینجا چیزی که خیلی مشکلاتی که خیلی پیش میاد اینه که شما برای شروع نمیتونید یویو رو محکم پرتاب بکنید. خب طبیعی هم هستی که هنوز دستتون نیومده. معمولا من خیلی دیدم بچه‌ها یویو رو میگیرن رها میکنن. همین هم خوبه، برای شروع خیلی خوبه که شما فعلا دستتون بیاد که یویو تا چه ارتفاعی قراره بره پایین و اینکه اصلا چجوری قراره بچرخه. خب تجربه وقتی نداشته باشین برای شروع معمولا نمیشه. منم توصیه میکنم که خیلی محکم پرتاب نکنید. به همین حالت یواش هم که پرتاب بکنید خیلی خوبه و یویو میچرخه. بعد چیزی که هستش، یویو ممکنه وقتی پرتاب میکنید یویو شما کج بشه. یعنی اون به خاطر اینه که به محض اینکه یویو رو پرتاب میکنید میخواین دستتون رو بچرخونید، یهو مثلا اینجوری میشه و ببینید یویو کج میشه و بعدش هم اینجوری میچرخه. این مشکلی که داره به خاطر اینه که شما موقعی که داره یویو از دستتون رها میشه، دستتون صاف به سمت پایین نیست، دستتون رو کج میکنید به خاطر این که میخواین سریع دستتون رو بگردونید، بچرخونید. برای همینم من میگم که سعی کنید وقتی پرتاب میکنید دستتون رو به همین حالت نگه دارید. و یه چیز دیگه که حالا من قبلا توی سایت همه این توضیحات رو دادم، ولی خب الان توی این کلیپ هم میگم چون معمولا کسایی که اولش یویو رو میگن همین قسمت رو میبینن. اندازه طول نخ، شما وقتی که یویو رو به نخ میندازین، یعنی نخ رو به یویو میندازین، یویو وقتی رو زمین هست باید اندازه تا نافتون باشه. حالا از ناف یه ذره بالاتر، الان نگاه کنید دقیقاً از ناف من یه مقدار بالاتر هستش نخ یویو. بلندتر هم بخواین میتونیم ولی خب خوب نیستش. کوتاه‌تر هم که ممکنه که براتون مشکل پیش بیاد. ولی من حالا نخ رو بلندم امتحان کردم، توی حرکت‌های شما ممکنه که تو حرکت زدناتون مشکل پیش بیاد، یا میخوره زمین یا کنترلش سخت میشه. خب پس پرتاب که میخواین بکنین، پس حواستون باشه یویو کامل دستتون باز، مچ کامل میادش بالا. ببینید این یویو درستش اینه که شما یویو رو کامل با کف دستتون بگیرید. نمیدونم یه سری‌ها اینجوری میگیرن پرتاب میکنن، حالا هر کسی روشه خودش رو ایجاد درست میکنن. خیلی من دیدم درست اینه، سعی کنید همین اول که شما دارید پرتاب میکنید پرتابتون درست باشه، یویو رو درست توی دستتون بگیرید، درست پرتاب بکنید. چون الان شما برای شروع که دارید میرید جلو، بیس کارتونه، بیس رو درست انجام ندین تا آخرش دیگه خشت اول چون نهد معمار کج و این حرفا. پس حتما یویو رو توی دستتون بگیرید، حتی اگه میخواین یواش پرتاب بکنید بگیرید بیارید بالا رها کنید. یویو شروع میکنه پایین به چرخیدن. برید دست من هنوز هم اینجوریه، هیچ اتفاقی نمیفته، یویو قرار نیست برگرده بالا، راحت بعد دستتون رو برمیگردونید. میریم سراغ جمع کردن یویو. ببینید انگشت اشاره دست دوتون به سمت جلو قرار میگیره. چیزی که بود راستی، دستی که یویو بهش وصله دست یک، توی سایت های خارجی بهش میگن ترو هند. دستی که یویو بهش وصل نیست دست دو، سایت های خارجی بهش میگن نان ترو هند. من این اصطلاحات انگلیسی اصلا علاقه ندارم بگم، فقط دارم میگم که اگر کلیپ های آموزشی خارجی رو دیدین متوجه بشین که منظور چی هستش. خب یویو رو پرتاب میکنید، یویو شروع میکنید چرخیدن، دست یک دست دو به سمت جلوی نخ، ببینید میادش، دور یویو میپیچه،
انگشت شست روی نخ قرار میگیره و یویو میادش بالا. من یه بار از نیم رخم برم. ببینید یویو پرتاب، دست یک جلو، دست دو جلو، این میاد میچرخه دور نخ، این توی این حالت انگشت شست روی نخ، همزمان دست دو میره پایین، دست یک میاد بالا. این جمع کردن، ساده ترین جمع کردن نخ هستش. اصطلاح جمع کردن توی انگلیسی هم بایند میگن، B-I-N-D، توی خارجه بهش میگن بایند. به این حالت جمع میشه. همونطور که دیدین انگشت شست حتما روی نخ قرار میگیره. دلیلش این که انگشت شست میگم به خاطر این که ببین اگر انگشت شست قرار نگیره، ببین یویو، حالا الان انگشت من قرار گرفت بازم. دلیل این که میگم به خاطر اینکه یویو خیلی وقتا نخش جمع نمیشه. اگر چرخش نخ کم باشه یویو اصلا جمع نمیشه. برای همین بهترین حالت اینه که ببینید روی این حالت قرار میگیره، یویو جمع نمیشه. میبینید وقتی شست قرار میگیره اون نخ پشت دیگه حرکت نمیکنه و یویو میادش بالا. حالا مشکلاتی که قراره موقع جمع کردن پیش بیاد، یکی اینه که ببینید حتما شما باید دستتون جلو باشه. این نخ اصلا الان شما شستتون نمیگیرید، با شست نخ رو نمیگیرید. این نخ نباید شل باشه، فقط انگشت جلو. ببین نخ مثل یه چوب خشک کشیده است، میاد. وقتی اومدش اینجا، این کف دست به سمت پایین قرار میگیره که آماده بشه که نخ رو، که یویو رو بگیره. معمولا کارهایی که بچه‌ها میکنن اینه که وقتی که یویو رو پرتاب میکنن، حالا حالتایی که پیش میاد، یک، اینو از این ور میارن، این یویو جمع نمیشه. حالا خدمتتون عرض میکنم که چرا جمع نمیشه. پس دستتون عقب نیست، دستتون جلوه به این حالت. اشتباه دومی که پیش میاد، نخ رو میگیرن، بعد این دیگه نمیفته پشت این یویو، مدام این هی شروع میکنه چرخیدن، آخرش هم نمیتونن درست جمع بکنن. پس دومی اتفاق اینه که نخ رو اصلا با دستتون به هیچ وجه نمیگیرین، چون نخ باید کامل کشیده و محکم باشه برای اینکه کنترلش راحت تره. مشکل سومی که پیش میاد، میارن نخ رو اینجا میندازین، این انقدر ارتفاع کمه، بعد کف دست، نمیدونم بچه‌ها چرا هیچ وقت کف دستشون به سمت پایین نیست، بعد اینو که جمع میکنن این میادش بالا، نمیتونن بگیرن یویو رو. مشکل بعدی که پیش میاد، یویو رو پرتاب میکنن، این رو میندازن این پشت، دستها در یه راستا نیست، یویو کج میشه. که این دیگه خیلی زیاد پیش میاد. به خاطر اینم هستش که طبیعی هم هستش موقع شروع کار شما هنوز قلقا دستتون نیومده و خیلی طبیعیه که یویو کج بشه. ببینید به خاطر اینکه نگاه کنید دستا توی یه راستا قرار نگیره. الان دست من توی یه راستاست، کافیه اینو یه ذره بیان کنار، یویو کج میشه. پس دست ها حتما باید توی یه راستا باشه. اتفاق بعدی این انگشت شسته که حتما باید روی نخ باشه، فقط لحظه آخر. به هیچ وجه شما وقتی دارید کار میکنید اینجا نخ رو نگیرید، این نخ رو اینجوری نگیرید، یه دونه انگشت فقط جلو به همین حالت. شما وقتی نخ رو بگیرین اصلا این نمیشه، این نخ اصلا تو دستتون حرکت نمیکنه. سعی کنین تا اونجایی که میتونین ریلکس باشین، دستاتون خیلی شل باشه، بدنتون خیلی آزاد باشه. قرار نیست خیلی کار شاقی بکنید، فکر نکنید که قرار خیلی مسئله پیچیده‌ای حل بکنید، هیچ کدوم از اینا نیسته. شما فقط قرار یک پرتاب خیلی ساده، انگشت جلو و یویو رو جمعش بکنید. مورد بعدی که خیلی مهمه، ببین اگر یویو وقتی داره جمع میشه این دست دوتون به سمت پایین حرکت نکنه. ببین وقتی که شما دارین یویو رو جمع میکنید دست دو باید به سمت پایین، دست یک به سمت بالا، این حالت اتفاق بیفته. اگر این اتفاق نیفته، ببینید وقتی که داری یویو جمع میکنید نخش اینجوری درست جمع نمیشه، یه نخ اضافی اینجا میمونه. و حالا الان خب حالا یویو باز شد، خیلی وقتا این اتفاق میفته. توی اینستاگرام من کلیپاشو گذاشتم که یویو رو پرت میکنه، یویو کامل باز نمیشه، میخوره تو صورتتون. یکی از خطراتش همین، به خاطر اینکه تو حرکت تو قبلش که می‌خواسته یویو رو جمع بکنه درست جمعش نکرده. پس چیزی که خیلی خیلی مهمه برای اینکه نخ خیلی درست جمع بشه اینه که موقع پرتاب دست دو به سمت پایین، دست یک به سمت بالا.
به این حالت و اینجوری نخ درست جمع میشه، کامل و صحیح دور یویو جمع میشه. دیگه مشکلاتی که هستش میگم هر کسی، حالا من اینا رو دیده بودم که خدمتتون عرض کردم، کج شدن یویو کاملا طبیعیه. یویو رو وقتی پرتاب بکنید، یواش پرتاب بکنید، لرزش یویو کاملا طبیعیه، چون یویو داره یواش میچرخه و میلرزه. و حتما سعی بکنید که اول پرتابتون رو درست بکنید. هیچ اشکالی نداره شما 20 بار یویو رو فقط پرتاب بکنید و جمعش نکنید. به جاش پرتابی که درست باشه، جمع کردن یویو رو براتون خیلی راحت تر میکنه. وقتی پرتاب درست هستش، یویو درست میادش بالا، راحت تر جمع میشه، به خاطر اینکه قدرتش بیشتره، خیلی سریع تر جمع میشه. موضوعی که گفتم که یویو از این ور جمع نمیشه، ببینید شما وقتی یویو رو پرتاب میکنید، یویو داره به این سمت میچرخه. بذار من از بغل نشون بدم. ببینید الان که پرتاب میشه، جهت چرخش یویو به این سمت هست. بول بیرینگ یویو بدن داخلیش هم داره به این سمت میچرخه. شما نیرویی که باید وارد بکنید برای جمع کردن یویو باید دقیقاً در جهت چرخش یویو باشه. وقتی از این سمت میکشید، دارید بدن بیرونی بول بیرینگ رو در جهت چرخش یویو میکشید بالا. و وقتی که از این سمت میچرخونید، بول بیرینگ در خلاف جهت میچرخه و بدن داخلیش داره به این سمت میچرخه، بیرونی شما دارید به این سمت میچرخونید، برای همین یویو جمع نمیشه. پس این خیلی مهمه که شما حتما نیرویی که وارد میکنید در جهتش باشه. این مخصوصا در آینده توی خیلی از حرکاتی که قرار شما انجام بدین، حرکات حالا پیچیده‌تر، این خیلی به دردتون میخوره. چون خیلی وقتا هستش که اصلا مثلا میگم پرتاب از بغل میکنید، پرتاب از بغل دیگه این اینوری جمع نمیشه، حتما باید به این سمت باشه. حالا حرکات پیچیده‌تر که بزنید حالا متوجه میشین. پس اینو حالا در همین حد که فقط اطلاع داشته باشین که چرا ما حتما باید نخ رو از پشت بندازیم، خدمتتون عرض کردم. ایشالله حالا من تو کلیپ‌های بعدی میریم سراغ قسمت‌های بعدی حرکت. به نظر من برای همین حرکت ساده، همین پرتاب و همین جمع کردن، حداقل فکر کنم 4-5 ساعت تمرین لازمه. صبوری شما خیلی کمکتون میکنه برای اینکه این ورزش زیبا رو یاد بگیرین. کسایی که صبر و حوصله نداشته باشن توی این قضیه یه مقدار ممکنه با مشکل روبرو بشن. پس حتما این قسمت اول رو کامل تمرین بکنید و هر وقت که تونستید یویو رو جمع بکنید، خودتون لذتی که بهتون دست میدن متوجه خواهید شد که چقدر حس خوبیه برای اولین بار که یویو رو بتونید تو دستتون بگیرین. و قسمت اول رو که یاد گرفتید، برید سراغ قسمت‌های بعدی که این قسمت حتما بیس و پایه یادگیری در یویو هستش. ممنونم. اتفاقی